سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ بریم که تغییرات آپدیت جدید رو ببینیم. سمت پایین راست لوداتتونه که اون پایین گذاشتنش، سمت چپ پایینتونم که همون مپا هستش، ایزو و بلک اوت که میتونین دانلود کنین. دانلودتون حتما قطع کنین بچه‌ها، همین چیز دانلود نکنه. رست خط بالا که بزنین پایین میتونین مپ تمرین رو استارت کنین و اتچمنتاتون رو تست کنین و همه چی رو بذارین. پایینم که میتونین تیمتون رو 1 نفره، 2 نفره و 4 نفره بکنین که جاشو هم تغییر دادم و دلیل این همه تغییر رو واقعا نمیدونم. بخش بعدیش هم که همکاری با این اسکینای خوشگله، حالا نمیدونیم از کجا آورده، اصلا که همکاری کرده و اینا کاری بینش نداریم. همشون هم نقاب دارن، اسکینای فکر کنم موومنتن خوبی باشن، یعنی باریکن، لاغرن. و اینم بگم که این موتور لژندری قرار گرفت، همونطور که تصویر دیدین. فکر کنم بخش جالبش هم همین باشه از تمام آپدیتش. حالا بخش دیگه هم هست که در ادامه ویدیو بهتون میگم. بخش چرت و پرت این آپدیت هم میرسه به این کلاس که فکر نمی کردیم همچین چیزی پیش بیاد. حالا از کالاف بعید بود که نمیشه بگیم بعید بود، یه باگایی داره، یه کارهای چرت و پرتی میکنه که ازش هم بعید نیست واقعا. این کلاس رو اگه از بلک مارکت بزنی تا خود فار میتونی سر بخوری. حالا همه فکر میکنن چیتری، کاری بینش ندارم، حالا ایشالله که باگ باشه و برطرف شه. بخش بعدی آپدیت هم میرسه به این کلاس که اگه پیش انمی بزنی با خودشون درگیر میشن، یعنی نمیتونن تیر نزنن، خود به خود شلیک میکنن تا تیراشون تموم بشه. اگه خودتون هم برین توش درگیرش میشین و اگه گانتون تیر داشته باشه شلیک میکنن. حالا ببینیم چی میشه. عشقین، دمتون گرم، لایک و ساب یادتون نره.